بچه سلام. مستر بیست یک ماشین 200,000 دلاری رو میده به یه نفر و میخواد بتره کنه، از آسمون میندازتش زمین، بم میندازه. بریم ببینیم. 40 میلیارد. روی این ریل قطار یه لامبورگینی 4 میلیون دلاری وجود داره و در حال حاضر یه قطار با سرعت به طرف اون میره. ولی قبل از برخورد من لامبورگینی رو میدم به بلیک. بگیرش. دمت گرم. علاوه بر قطار من این 8 سربازو دارم که 10,000 گلوله رو به سمت لامبورگینی تو شلیک میکنه. یه چیزی هم بگم بچه‌ها، گفتین دوبله باید خفن باشه. بهترین و جوان‌ترین دوبلورای ایران اینو دوبله کردن، از دوبلش لذت ببرین. ترسناکترین چیزی که تا بالید. آره تازه کجاشه دیدی؟ تو از الان 24 ساعت وقت داری تا قبل از اینکه لامبوت به چخ بره جلوش دیوار دفاعی بچینی. تایمت هم از الان شروع شد. خیلی خوب. خط اول دفاعی رو اینجوری میخوام بچینم. یه دیوار از بلوک‌های خاکستری و بعدش یه کانتینر حمل و نقل پر از یخچال و فریزر و در آخر یه دیوار از ماشینا برای محسوب کردن گلوله ها. یعنی فکر می‌کنی آتا آشغال جلوی 10,000 گلوله رو میگیره آخه؟ چرا نگیره؟ خوبم میگیره. خب پس حله، برو بساز ببینیم چیکار می‌کنی. بلیک رفت تو کار 3 تا از نزدیکترین فروشگاهایی که اون دور و بر بود. فقط یه غلطی کردم، کارتمو بهش دادم که 78,000 دلار زد به گاو. 5 میلیارد. آخه یکی نیست بهش بگه مگه پول مفته؟ ما اینجا داریم زحمت میکشیم. این اولین دور نمایش ما. حاجی پشمام ریخته از این همه چیزی که خریدم. تازه فاز اول. اون اینجا یه تانکر آب داره، چند تا از این ماشین آشغالیا، یه چند تا هم کانکس داره که نمیدونم به چه دردش میخوره. ببینم دیوونه چیزی هستی تو؟ ببین نگران اون بچه‌ای که مسلسل دارن نباش. فقط وانمود کن اونجا نیستن. آره بابا. اصلا نمیدونم اونجا چیکار میکنه. الان 5 ساعت گذشته و این کانتینرها قرار اولین خط دفاعی ما در برابر 10,000 گلوله باشه. خوبه. این احتمالاً جواب میده. چقدر صداهاشون بهشون میاد. خیلی. فکر می‌کنی این صداها کانکس متفاوته. گلوله ها رو بگیره؟ معلومه که نه. از میگین تر زد. بله و آبم قطع. حدود 6 ساعت گذشته و از پیشرفت خودت راضی؟ من خیلی راضیم. مطمئنی؟ تا زمانی که این چیزا از بین نرن برای همین واقعا احساس خوبی دارم. ببین من از اونا پرسیدم که اینا جلوی گلوله مقاومن. اونا گفتن تر زدی. و زمانی که بلیک متوجه این قضیه شد، نه تنها تمام شب کار کرد. خوبه این دست خرا بیار اینور. خوبه همینو برو تو. فردا هم تلاش کرد تا دفاع خودش رو ارتقا بده. رفیق کانتینر رو داره با یه ون و یه لوله غول پیکر پر میکنه. وقتی نتیجه کارشو دیدم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. چه برای ما آورده ای بلیک؟ خب من چند دسته بتون جلو گذاشتم که این میشه بلندترین قسمت دیوار برای جلوگیری از مسلسلا، چون اونا خیلی بزرگ و ترسناکن. بعدش یه کانتینر رو جلوی ماشین گذاشتم به علاوه چند تا مخزن آب. لامبورگینی هم که اینجاست، لای ایناست. خب بلیک خیلی زور زده. میبینی جاش گرم و نرمه. به نظرت اینا جلوی گلوله ها رو میگیره؟ روش خراشم نمیافت. 50% شانس برد داری، موفق باشی. این بهترین شانسیه که تا به حال داشتم. قبل اینکه دوستان بخوان وارد عمل بشن، بیا بریم به بیبی سری بزنیم. ببین اگه ببری همین لامبورگینی رو میبری، هم اینا رو میبری. چی شده؟ خوشت اومده نه؟ آره. 6.5 میلیارد. پایان 24 ساعت و 8 مرد ترسناک، 10,000 گلوله و هر شتی که بلیک ساخته. آماده ای؟ نمیدونم، مطمئن نیستم پسر. مستقر شدیم. آماده دستور تیم جیمی. قربون دست به جنبون. دریافت شد. آماده باش. آتش! آی پسر! عنایت گلوله ها شامل حال بلیک شد. خدای من این دیوونه کیه؟ بهشون بگو وایسن. نمیگم وایستم خسته میشن. گلوله ها رو دارن میرن تو. وای گندش بزنن چه وضعی. دیواری که بلیک چیده داره مثل پشماش میریزه. چیزی که ما متاسفانه به بلیک نگفتیم اینه که این اسلحه ها فقط مرحله اول از 4 فازی که برای نابود کردن این لامبورگینی طراحی کردیمه. یا باید بگم هر چیزی که ازش باقی بمونه. LMG رو کردن. چیز قویه. بابا چه خبرتونه؟ به بلیک تسلیت بگی. خدا بیامرزه. نه فکر کنم چیز رفتی. فقط چند تا گلوله دیگه برای نفوذ کردن به لامبورگینی لازمه. بابا دهنتون رو سرویس. دیگه آخراشه. رد نشد. فکر کنم تمومه. بودو بریم. کی میدوه؟ همچنان تو آماده سالم باش. بیبی چطوره؟ بیبی حالش خوبه. 10,000 گلوله حتی یه خراشم روش نیافت. هیچ سوراخی توی لامبورگینیت وجود نداره. و اگه نمیدونید بلیکیه، در واقع اون یه شرکت کننده از 2 تا ویدیوی قبلی ما، ولی امروز برای 3مین بار برگشته تا دوباره برای بردن جایزه مسابقه بده. برای فاز دوم آماده ای؟ پنپا ببینم اون جرثقیل رو میبینی؟ اون سالار عظیم القد رو میگی؟ بله اون فاز دومه. اون جرثقیل قراره که ماشین تو رو 100 پا بلند کنه و بعد از 24 ساعت اونو رها کنه. تو هم قبل از اینکه اون بیفته بعد اونو چی نمیمونه ازش. بگیرمش؟ آره
خیلی خوب بیارینش اینجا. این اولین بار در جهانه که یه لامبورگینی داره سقوط میکنه. این لامبورگینی توه بلک شروع کرد به فکر کردن در مورد گرفتن لامبورگینی. واقعا نمیدونم چه غلطی باید. چندلر بیا. جونم جون بگو. تو میگی چی کار کنی؟ اول همه بالاشای شهر رو درسته؟ بخر. دو همه توشکارم بخر. بعدش پتو پلنگی. علنگی دوست داری مگه نه؟ بعدش میشینیم شیر میخوریم. خیلی خوب تو هیچ کمکی نمی‌کنی. برو گم شو اونور. به چیز رفت. خب بچه‌ها یه خبر خوب دارم، یه خبر بد. روز اول با همه بدبختی پشت سر گذاشتیم. خبر بد اینه که اون سالار لامبو رو برده بالا پرچم کرده. می‌بینین؟ پس پذیرای نظرات چرب و خوشمزه‌تون هستن اگه دارید. قلعه بادی چطوره؟ ببین قلعه بادی یه ذره میدونی چیه؟ حساب کن واقعا خیلی خوبه. و بعد از الهام گرفتن از کارگرای ساختمانی بلیک در مورد طرح اصلی خودش تصمیم گرفت. من میخوام کانکسا رو مثل یه مربع بچینم، درست اینجا که حرف X وسط باشه و به این ترتیب میتونم داخل مربع رو با یه دسته از دوشک‌های بادی، بالش و با پوشش قلعه‌های بادی پر کنم. فقط بزرگترین مشکل اینه که من هیچ کدومو ندارم. خیلی ایدش احمقانه است. میشه؟ هر چیزی که خریدم جنسش محکمه، یا بتونیه یا فلزی، و از چیزایی که خریدم نمیتونم برای روز دوم استفاده کنم، بنابراین هیچی ندارم. بلیک تصمیم گرفت همه بالش‌ها و تشک‌های بادی شهر رو بخره و با وجود اینکه به طرز عجیبی کم خواب بود دست به کار شد. من الان در جایی هستم که خودم هم نمیدونم چرا دارم این کارا رو میکنم. صبر کن، چرا دارم این کارو میکنم؟ او بله، به خاطر اون لامبورگینی کوفتی که تو آسمونه. وقتی که وسایلش رسید بلیک بیش از 24 ساعت بود که بیدار بود و به شدت به خواب نیاز داشت. سعی میکنم کمی بخوابم چون هم خستم و هم ساعت 4 صبح. درسته که بلیک خسته بود ولی خیلی بیشتر از اون چیزی که لازم بود خوابید. بلیک شوخیش گرفته دیگه. این دیگه چیه؟ عرفان توی یا خواب موند. بالش و پتو گرفت، اما فکر کنم شیر گرم و جا انداخت. خیلی کردم باور کنه. اصلا بلیک کجاست؟ داره خواب پادشاه میبینه. نه اینطور نیست. وقتی که بلیک اومد واقعا خیلی دیر شده بود. آقا بلیک اومد. زود باش که کلی کار داریم. باشه، بریم ببینیم چه شکلی شده. این جعبه بادی مثل قلعه بزرگه. اول بیارینشیم وسط، بعد تو لامبه بزنی. فقط 4 ساعت و نیم مونده و این اصلا برای بلیک خوب نیست. جواب نمیشه. نمی‌کنم از 10% شانس داشته باشه و حتی اگه این کارم بکنه شانسی وجود نداره تا جلوی قطار رو بگیره. ببینین بچه‌ها توجه کنین، همه اینا باید پر بشه. تا اینجا باید بیاد بالا، تا لبه این دیوار. پس تو چند ساعت باقی مونده بلیک هر کاری که میتونست کرد و بقیه گودالو با جعبه‌های مقوایی و بسته‌بندی‌های حبابدار پر کرد. خورشید داره پشتشو میکنه به ما. چندلر چقدر وقت داریم داداش؟ یه ساعت. بلیک ریده. تو فکرم اینه که اینا رو ببرم بالا و بپیچمش دور ماشین. فکر کنم ایده جالبی باشه. حتما کمک میکنه. بلیک زمان باقی مونده رو صرف بسته‌بندی ماشینش کرد که بدجور تر زد. ببین من مطمئنم این عمرن کار نمیکنه. میدونی وقت چیه؟ چیه؟ وقت انداختن بیبیه. بیا بندازیمه. بیبی تو آسمون شبیه ماه شب 14 شده. بلیک فکر میکنی که لامبورگینیت سالم میمونه؟ به نظرم آره جیمی. اون بیشتر از من مطمئن. من در مورد این یکی مطمئنم. من همه تشک‌های بادی والمارت رو خریدم. اگه این نتونه جلوشو بگیره دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. پیست بز بزن شاد چی. خیلی به هر ممنون. حال اگه این بیبی از دست دادی حداقل یه شکلات خیلی خوب داری در والمارت موجود است. امتحان کنی. دوبلورای ما چرا اینو دوبله کردن؟ ما که تو ایران نمیتونیم ببینیم لامبورگینی چی میشه. تون بازی میکنه. شما 3 تا قلعه بادی و 150 تا تشک دارید و چند تا بالش؟ 150 تا. 150 تا بالش و 2000 جعبه مقوایی. آیا میتونه جلوی آسیب لامبورگینی بعد از سقوطو بگیره؟ آره. نه. آره. اون 2 بار گفت هر آره. چند تا دوست داری بگی. 24 ساعت کار که تهش اینو بندازن. واقعا درک نمیکنن. 3 2 1 بندازینه. چی ازش؟ زود باش، برو خیلی خوب، آروم باش. داشت اصلا خوب نبود. سالم باش، خدا سالم باش، لطفاً سالم باش، خدا سالم باش. کانکسو ببرید اونور. امکان نداره که تونسته باشه بگیرتش. جعبه ها رو ببرید اونور. چیه؟ الان میفهمیم سالمه یا نه. خوبه چراغاش برو بگیر اون بر. خوبه. فکرشو بکن یه قلعه بادی ماشین رو نجات داده باشه. شاید تو اولین کسی باشی که این لامبورگینی ها از هوا میگیره. البته اگه سالم باشه. خدا دیگه زود باش. من باورم نمیشه. این همون چیزی که من صحبت می‌کردم. همه چیز خوب به نظر میرسید منهای یه ترک کوچیک که توی سپر بود که ما از طریق کارشناس متوجه شدیم که این فقط باعث کاشق کارشناسه بنده خدا نمیگه. بیناموسا چیکار داشتی می‌کردین اینجا؟
فقط 10,000 تا ازش میافته. خیلی ممنون، واقعا خبر خوشی بود. و در حال حاضر بهترین زمان برای گفتن اینه که فاز سوم ماشینای شعله‌وره. برای چالش بعدی بلیک ما با بزرگترین کابوس اون برمیگردیم. چالش ماشینای شعله‌ور قبلی رو بازسازی کردیم که دفعه قبل برای بلیک همه چیز خیلی بد تموم شد. وای، سر این واقعا اذیت میشه. اما چون قبلا این کارو کرده ما تعداد ماشینا رو 2 برابر کردیم. ریسکش خیلی بالاتره. اما آخرت باش. فکر کنم کارهای زیادی انجام بدم. روز رستگاریه. بلیک بقیه شب و صرف تمیز کردن کثافتکاری فاز 2 کرد و بعد از یه خواب خوب اون آماده دفاع در برابر فاز 3 بود. الان ساعت 8 صبح من تازه از خواب بیدار شدم و برای امروز کلی کار داریم که باید انجام بدم. اینم برنامه روز سوم. من یه کانکس حمل و نقل برمی‌دارم و میندازمش روی ماشین. بعد 2 تا کانکس دیگر رو میارم و اونا رو بالای کانکس قبلی میذارم، درست روی نقطه‌ای بالا سر ماشین. و مهمتر از همه اینه که این بار هیچ چیز قابل اشتعال به نیست. نظرت ماشینی منحرف میشه؟ بله. فکر کردم میخوای بگی نه. بلیک از افراد خودش خواست تا تیکه‌های چوب رو از کانکس جدا کنن، چون این چیزی بود که آخرین بار باعث باختش شد. در نهایت از اونا خواست که کانکس رو برش بدن که لامبورگینی رو احاطه کنه. این محفظه ممکنه بهش آسیب بزنه. یعنی کاملا لهش کنه؟ آره. نه بابا. یعنی این منظورم اینه که آره اون چیز خیلی سنگینه. با انجام این کار بلیک فقط نیاز داشت تا کانکس رو بدون آسیب رسیدن به لامبورگینی با دقت پایین بیاره. یه خراش کوچیک میتونه چند هزار دلار هزینه داشته باشه. همینجوری بیا. 3 سانت. آره میدونستم جواب میده. حرکت بعدیمون اینه که کانکس ها رو وی شکل کنار همدیگه بزنیم. اگه ماشین اونجا گیر کنه این چی؟ اتفاقا قرار نیست بیفته. به خاطر همین مسئله ما یه زاویه نوکیز بالای کانکس ها فکر می‌کنی این واقعا میتونه ماشینا رو منحرف کنه؟ اصلا شک نکن. فقط 20 دقیقه مونده و می‌خوایم ببینیم اون لامبورگینی درست مثل پولای سری قبل نابود میشه یا نه. و طبق معمول بلیک از آخرین ثانیه‌هاش استفاده کرد. 3 2 1 عجب خاک و خلی راه انداختن. وقتت تمومه. بیخیال. ببینیم برخلاف دفعه قبل از فاز 3 جون سالم به در میبری یا نه. رستگاری. بلیک تو دقیقاً 5000 دلار رو از این چالش از دست دادی. چه احساسی داری؟ من کاملا اعتماد به نفسم. فکر میکنم که تماشاچی‌ها میخوان یه چیزا بدونن که مثل دفعه قبل از چوب استفاده کردی یا نه. یه کوچولو. نه شوخی میکنم، هیچ چوبی در کار نیست. اون یکی از بزرگترین اشتباهات زندگیم بود. لحظه حقیقت. بیا تو. دفعه قبل تو همین چالش $500,000 از دست داده. الان دوباره قراره همون کارو کنه. خیلی ترسناکه. 3 تا کانتینر، یه دسته خاک و بتون، یه چیز عجیب و غریب که مثل سقف نوک‌تیزه در مقابل 10 تا ماشین شعله‌ور. آماده ای پسر؟ بیا تمومش کنیم. آتیشش کنی! آیا بلیک یه قدم به برنده شدن لامبورگینی جدیدی که $100,000 پول توشه نزدیک میشه یا اینکه حذف میشه و دست خالی برمیگرده خونه؟ قرار اینا رو بفهمی. 3 بنداز. 2 1 بندازینش! اوه! ای وای. نه. شرط میبندم این دقیقا همون چیزی بود که نمیخواستی اتفاق بیفته. وای نه. هنوزم احساس خوبی داری؟ نه مثل آره این منو یاد گذشته ها میندازه. گذشته. باشه ولی برای بعدی آماده ای؟ بندازینش. اوه خدای من سقفش داره ذوب میشه. بود تو افتاد سقف اینجوری شد بچه‌ها. چیزی که الان دارید بهش نگاه میکنید سامسونگ گلکسی S24 اولترای. بچه‌ها به سرویس تبلیغ میکنه، ما هم داریم باید ببینیم دوستان. تبلیغ شده، به ببین. خوبی. این گوشی اسلو موشن و 4K نشون میده. دمش گرم. این آینه شفافه. خب بعدی رو بندازید. این یکی درد داشت. همچنین دارای کلی ویژگی جدیده مثل گلکسی ای آی یا فوتو اسیست. یادتونه که توی چالش دوم لامبورگینی سپرش ترک خورد؟ خب حالا دورش خط بکشید، روی دکمه هم نگه دارید و بیا تموم شد. سالمه. ایول ماشینم نو شد. ولی فقط تو عکساست. هر وقت عشقت کشید بندازش. عشقش کشید. همچنین این گوشی قابلیت جستجو توی گوگل داره که پیدا کردن اطلاعاتو خیلی آسون میکنه. میتونست تو ویدیوی قبلی به بلیک کمک کنه که بفهمه چوب قابل اشتعاله. تنها کاری که باید میکرد این بود که این دکمه همو فشار میداد، دور پیونده راهن دایره میکشید و میپرسید که آیا این چوبا قابل اشتعال هستن یا نه. بعدیو بنداز. ما همه ی ماشینا رو دونه دونه انداختیم و میتونم بگم که با هر کدومش بلیک خیلی عصبانی تر میشد. ولی صرف نظر از اون ما فهمیدیم که همه اونا به کانکس زیری فشار می آورد. کانکس تو
توی این مرحله کانکسی که از لامبورگینی محافظت میکرد در حال له شدن بود به خاطر گرمای زیاد. از دفعه قبلی تا حالا هر روز دارم بهش فکر میکنم. و حالا نوبت ماشین نهاییه. آره وای نه وای. وای پسر اونجا باید 1000 درجه باشه. احتمالا ماشینش دیگه داره ذوب میشه. اون خیلی سری میدوه. مواظب باش بلیک. عزیزم دارم میام. سالم باش. چطوره؟ سالمه. وای باورم نمیشه. سالمه. اینم جواب داد. آره سالمه. فقط اگه یه ماشین دیگه میافتاد این کانکس کتلت میشد. تو 10,000 تا گلوله رو متوقف کردی. ماشینو از هوا هم گرفتی. میدونم. حالا 10 تا ماشین شعله‌ور رو مهار کردی. الان نوبت فاز 4. تایمرت همین الان شروع شد. پس باید شروع کنم. یه ذره بهش استراحت هم نمیده ها، هی پشت هم داره جوری میکنه. فاز 4 میترکه. امیدوارم. خدا. این دیوونه چرا داره میدوه؟ بلیک میدونست که قطار میتونه مرگبارترین حمله باشه، بنابراین هیچ وقتی یا هدر نداد. به نظرم بهترین راه برای متوقف کردن قطار خارج کردنش از ریل میشه. کاری که میخوام بکنم اینه که پایه‌های چوبی ریل رو محکم به هم ببندم، چون قراره برن زیر قطار تا اون پشت سر هم بهشون برخورد کنه. اگر این پروسه رو 100 بار تکرار کنم فکر نکنم قطار بتونه ازشون رد بشه. این چوبا تو ویدیوی قبلی باعث شدن ببازن، ولی الان برگه برنده من. پسر اگه فقط 2 اینچ فاصله داشته باشه من هرچند برندم. 2 اینچ هم خیلی زیاده. گوشتو دوست دارم. زمانی که پایه‌ها مستقر شدن روشون بتون میذارم. به نظرم که کار میکنه پسر، حتما کار میکنه. بلیک شبشو با کار کردن کنار افرادش صبح کرد و وقتی هم که صبح روز بعد حاضر شدم واضح بود که این چالش روش تاثیر زیادی گذاشت. جیمی جون چه خبر؟ خروسک گرفتی. فکر کنم دیگه آخرامه. همونطور که میدونید اون توی ویدیوی اول $250,000 و در ویدیوی دوم $500,000 از دست داد. فکر میکنم که اون دیگه از باختن خسته شده. اینا واقعیه. آدمه، جایزه، همه چی. هیچکی نمیدونه. اگه بلیک میخواد لامبورگینی خودش رو ببره خونه باید روی ریل چیزای بیشتری بچینه، مثل این کانتینر، تشکای باقی مونده از فاز 2. این بلیک خیلی کار کشته از ما کار میکشه و مخصوصا چی کار میکنه کاش خودش بدونه. 11 دقیقه هم بیشتر وقت نداره. بلیک توی زمان باقی مونده هر کاری که از دستش برمیومد و انجام داد و جالب اینجاست که کارو واقعا خوب در آورد. خیلی خوب عجله کن. این آخرین تلاشمونه. 2 آخرین خط دفاعی. تمومه آقا وقت تمومه. جمع کن برو دیگه. زمانت همین الان تموم شد. غم آخرت باشه. کانکسای فاز 1، تشکای فاز 2 و حتی خودروهای در حال سوختن فاز 3. بلیک تقریبا از همه منابعش استفاده کرد. ببینیم آقا بلیک میتونه با لامبو بره خونه یا اینکه من باید برسونمش. اون قطار کوفتیه بیارش مرد. زود باش. قبل از اینکه بخوام بلیکو نابود کنم باید این قطار رو ببرم عقب. انقدر میریم عقب تا به یه شتاب قابل قبول برسیم. آماده باش بلیک، ما داریم میایم. استرس داری درسته؟ من خوبم دارم به میمیرم. نظرت لامبورگینی سالم میمونه؟ جیمی جون خفه میشی؟ لوگوی فیستبلز هم که نمیشد روی قطار نباشه چون با فرمولاسیون جدیدش بهترین شکلات دنیا. ما شاهد نقطه عطفی در زندگی بلیک هستیم که ببینیم اون لامبورگینی رو میتونه با خودش ببره یا نه. حرف آخری داری؟ ازت متنفرم. بزن بریم. قطار رو بفرستیم. یاره میاد. وای خدا. افتاد. سرعتش قبل از برخورد به 56 کیلومتر در ساعت میرسه. آماده باشین. وای خیلی سریعه. خارج شو. ببینیم ارزشیشو داشت یا نه. خارج شد. آفرین بلیک. از ریل خارجش کردی. اوه چقدر جا داره. باورم نمیشه. آره تو هم دیدی؟ وای خدایا من تونستم قطار رو نگه داشتم. آره. خدا. البته به اندازه قیمت لامبوه خرج کرد تا بمونه. این لامبورگینی جدید توه بلیک. علاوه بر اون این همه پولم بردی. دیگه چی میخوای؟ تبریک میگم. من تونستم. میخوای بدونی بهترین بخش این ویدیو چیه بلیک؟ اینه که فیستبلز بهترین شکلات دنیاست. حتما بخرید امتحانش کنی. راسته نشه بازی نشه. بعدا میبینمشون. بخورین خوبه. دوبلش چطور بود؟ خوب بود؟ دوست داشتی؟ من که خیلی دوست داشتم. یه دوبله دیگه هست اونجا تبلیغا رو فوش دادم بجاش. لایک کنین ویدیو رو، خیلی لایک کنین.